سلام. تو این برنامه با کسی گفتگو میکنم که انتهای مسیرش چیزی جز ندامت و پشیمونی نبود. البته خودش اصلاً فکر نمیکرد به اینجا برسه و شاید بهتره بگم خوابش رو هم نمیدید. آقای زم، حالت چطوره؟ من خوبی؟ خودش فکر میکردی یه روز بدون تعارف و آمد نیوز با هم گفتگو کنن؟ نه واقعا فکر نمی‌کردم، ولی دیگه مشیت الهی بر این قرار گرفته که فعلا با هم گفتگو. از کجا شروع کنم؟ از هر کجا دوست داریم. چند سالتون؟ 5 مرداد 57م. 5/5/57. بچه کجایی؟ شهر ری. بعد عقاید سیاسی چی بود؟ سیاسی بیشتر یه ذره به این وریا میزد، یه ذره بیشتر مثلا سمت اصلاح طلبا یه ذره میزد، یعنی رفرمیستی بودم، بیشتر خواستار اصلاح بودم، یه سری روندار تا 88 دیگه. 88 به بعد دیگه یه دفعه چپ شد. 88 چی بود ماجراش؟ بگو برام. 88 چی بازداشت شدم دیگه. چند وقت بازداشت بودی؟ تقریبا 2 ماه و نیم شد. 2 ماه و نیم بود یا 3 ماه بود، همین حدودا بود. یعنی بعد از 88 دستگیر شدی تغییر کردی؟ آره دیگه. یعنی چی در تو به وجود اومد؟ یه حسی که بالاخره باید یه انتقامی بگیرم، یعنی این کار باید یه جوابی داشته باشه. یعنی کلید خورد. از در زندان که اومدم بیرون به بازجوم گفتم، یعنی یه کارشناسی داشتم، دوستان میشناسن، یه کارشناسی داشتم خیلی لهجه شیرین اصفهانی هم داشت، خیلی هم با من خوب بود، سربازجوم بود، خیلی هم با من خوب بود. گفتی چی بهش؟ مهربونی هم بود. گفتم من برم بیرون به سادگی تموم نمیشه. گفت حالا شما برو بیرون حالا تا ببینیم بعدش چی میشه. اول من بگم فضای مصاحبه اینجا اینطور انتخاب شده برای اینکه خواستیم یک گفتگوی بدون تعارف داشته باشیم، خواستیم خارج از محیط زندان این گفتگو صورت بگیره. خب چه سالی از ایران رفت روح الله زم؟ من فکر میکنم 10 خرداد بود یا 11 خرداد سال 90. کجا؟ رفتم مالزی. 1 سالی مالزی بودم. مالزی ازدواج کردم اونجا، یعنی خب از همسر اولم تو ایران جدا شده بودم سال 87 اینا. مالزی ازدواج کردم و دیگه بعدش هم رفتم ترکیه و بعدش هم رفتم فرانسه. فرانسه چی شد؟ چه اتفاقاتی افتاد که روح الله زم شکل گرفت؟ اونجا دیگه همکاری من با سهام شروع شد، یعنی گفتن چون دیگه اخبار خاص به تو میرسه و این اخبار خیلی اخباری است که دست کسای دیگه نمیرسه یا تو رسانه‌های دیگه منتشر نمیشه، شما بیا خبرنگار سهام نیوز بشو. که من تقریبا 1 سال و نیم خبرنگار سهام بودم که دوران اوج سهام بود تقریبا. هر خبری دستت میرسید میزدی دیگه؟ خب کلا خط قرمز دارن، خیلی هم خط قرمز دارن. خط قرمزشون گروه های سلطنت طلب هستن، گروه های مثلا نمیدونم حالا اسم نمیبرم، مثلا مجاهدین خلق هستن. استارت آمد نیوز از کجا در ذهن روح الله زم زده شد؟ ببین ما یه گروه بودیم. استارت یه رسانه‌ای که داشته باشیم همون سال 90 خورد که ما بعد یه رسانه داشته باشیم مثلا حرفمون رو بزنیم، منتها ولی با نمیشد. همین 5-6 نفر رفیقا؟ بله. منتها ولی نمیشد، یعنی هم شرایطش نبود، هم اونا شرایطش رو نداشتن، همه پناهجو بودن. داخل ایران هم بودن اونا یا نه؟ نه، همه خارج بود. همه خارج. آمد نیوزه کجا شکل گرفت؟ چه سالی بود؟ چی شد؟ 95 بود دیگه، تقریبا خرداد یا تیر 95 بود دیگه. سایت هم بود، بعد تازه تلگرام اومد و
خودم علاقه نداشتم مثلا تو تلگرام فعالیت کنم، گفتم بی خودی تلگرام چه، مردم کی میره تلگرام، همه سایت میبینن. تا بعد یه دفعه این جو تلگرام گرفت و فلان، گفتیم خب بیان تو تلگرام حالا یه کانالی هم بزنیم. یه دفعه دیدیم کانال گرفت. خیلی خب، آمد نیوز راه افتاد کانال تلگرامش، بعد شبکه سازی کردی دیگه در داخل و خارج و اینها برای اینکه اخباری به دستت برسه. دیگه منابع وصل میشدن دیگه، یعنی چه جوری وصل میشدن؟ وصل میشدن به انواع مختلف وصل میشدن. مثلا پیام داد به من که گفتن مثلا آمد نیوز مال شماست، گفتم نه مال من نیست، مثلا آمد نیوز اون اوایل بود، مثلا یه تیم داره اداره میکنه و دیگه اسم بالاخره پیچید دیگه، آدمای مختلف اینور اونور حرف زدن و دیگه هر کسی هر منبعی هر کی داشت به یکی وصل شد دیگه. منبع بود مثلا نمیدونم راجع به اطلاعات داشت تو آمریکا، وصل میشد به آدمی که تو آمریکا بود. چی جوری بود؟ چی جوری بهت وصل میشدن؟ خودت به کیا سعی میکردی وصل بشی، ارتباط بگیری؟ از چه طریقی؟ مثلا پیام میدادی به ایکس، به ایگرگ؟ چی جوری بود؟ خبرهای خاصی که میزدیم اون موقع یکی دو تا منبع اصلا اتومات وصل شد، یکی دو تا منبع اتومات وصل شد که خبر خاص میداد. کجاها بهت خبر میدادن؟ منابعی که داشتی داخل کیا بودن؟ کجاها بودن؟ نمیدونم، جای مختلف بود میدادن دیگه، دسترسی وزارتخونه ها، ادارات. اونا رو یه سری موردی وصل میشدن میدادن، یه سری. بعد اینا مسئول بودن یا آدمای عادی کارمندا بودن؟ اونایی که موردی بودن رو نمیشد تشخیص داد که مسئول بودن یا آدم عادی بودن، طرف میفرستاد میرفت. من بد دارم سوال میکنم؟ نه شما یه جوری داری سوال میکنی که من نمیخوام اونجوری جواب بدم. یعنی چی؟ نمیخوام اونجوری که شما میخوای جواب بدم، چون شما میخوای واضح همه چی رو من بگم، من نمیخوام واضح همه چی رو بگم. یعنی من میخوام جواب بذارم دهان شما؟ نه یه سری اسامی میاد وسط که این اسامی هم اسامی بزرگیه، اسم خیلی بزرگه و همین که صلاح نیست بگم و اگه اسمشون برده بشه ممکنه از من شکایت بکنن و مجددا شکایت های دیگه بیاد. آمد نیوز دنبال چی بود؟ هدف روح اعظم چی بود؟ ما هدف اولیه‌مون که یه ذره تو راه کمرنگ شد ولی ول نکردیم و ادامه دادیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. ولی مدل مبارزتون منطقی بود به نظرت؟ یعنی چی؟ کجاش خیلی منطقی بود؟ شما بگین مثلا نگاهتون رو بگین چیه، من بگم. میخوام بدونم شما میگی من میخوام با مفاسد اقتصادی مبارزه کنم، یه جای نوع مبارزت میشد اختشاش کف خیابون. نه یه جای مفاسد اقتصادیه. توی اون فضایی که من بودم تلقیناتی انجام میشد که اون تلقینات روی بستر تفکر من سوار شده بود. دنبال چی دی؟ چی؟ دنبال چی بود؟ من دنبال تاثیرگذاری بودم. به نظرت آمد نیوز سرنوشت بعضی‌ها رو تغییر نداد؟ چی؟ مردم، کسایی که شما براشون شبهه ایجاد میکردی، کسایی که تشویقشون میکردی به حضور تو خیابون، اختشاشات 96، شما گفتی من رهبر اختشاشاتم. اونا که من بعدش هم دوبار مصاحبه کردم گفتم اطلاعات فیک دادم، چیزای دیگرم گفتم فیک بوده. خب مثلا آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، اونا اشتباه بود، اونا رو توی دورانی که من دست من بود که انجام نشده بود. کانال مال شما بود یا نبود؟ ببین کانال مال هر کیه که درست کنه. درست کردی. خب دیگه کریتورش من بود. خب حالا این که مثلا حالا این که کسی دیگه باشه میگه من میخوام صدای مردم باشم، بعد میگیم آقا این که به مردم میگی برو بمب دستساز درست کن بنداز تو اختشاشات کف خیابون بمون نرو خونت، این کار من نه. بالاخره اختشاشات شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض مردم داری اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اختشاش کشوندیش. خودم یه گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. یعنی به این فکر می‌کردی؟ آره تا اواسط 97
تقریبا. یعنی چند ماه براندازی شده بود هدف شما؟ از دی ماه این تفکر اصلا به من غالب شد. یعنی اومدی وسط میدون؟ آره دیگه خودم شخصا 3-4 ماهش اومدم، ولی تفکرش از دی ماه بود. اونجا شما به مردم خیانت نکردی؟ به مردم خیانت نکردم، اونجا اشتباه رسانه‌ای کردم. اشتباه رسانه‌ای شما به چه قیمت میشه؟ به خاطر اینکه خیلی نباید ها رو درگیر کردیم. کردی. خیلی ها رو که بودن کف خیابون بودن. شما در اون آتش ندمیدی؟ چرا دمیدیم؟ شما خودت هم میدونی دیگه، یه عده مثل خودت هستن اونور آب دارن این خط رو میرن. آیا نیستن؟ چرا هست؟ قبول داری؟ بله. دنبال چی هم به نظر؟ اونا دنبال عوض کردن حکومت، دنبال نفع شخصی. به هر قیمتی دارن تزریق میکنن یا نه؟ دارن میکنن. وقتی یک اعتراضی مردم دارن و میان اعتراضشون رو نشون بدن، روح الله زم و امثال شما که این خط رو میگن در اون آتشه میدمن و باعث میشه اون به اغتشاش کشیده بشه. آره ممکنه اینجوری هم نوشته باشه. یه عده دارن به شما یه اخباری رو میدن، اطلاعات محرمانه کشور رو میدن، اسمشو چی میذاری؟ اون تو ساختار خودش ممکنه خیانت کرده باشه. ممکنه آدمی بوده که داره حقوق میگیره اینجا، دسترسی داره به بولتن، دسترسی داره به اطلاعات محرمانه، دسترسی داره به اخبار طبقه بندی شده، داره میفرسته بر من. قطعا یک سری از اخبار آمد نیوز کاملا جعلی بود. کدوم هست؟ مثلا قوه قضاییه فرزندش سندش مشکل داشته. خب دیگه چیزی که منتشر کردیم منظورم، ما تا 6 ماه بعدش هم نمیدونستیم سندش مشکل داره. مثلا اون موقعی که به این نتیجه رسیدید مثلا آقا پایگاه سپاه مقرهای سپاه رو موشک بزنه، اون کی بود؟ اون مال یه آدمی بود که تازه مثلا و همه اواسط سال 95 وصل شده بود به من واسه پشتیبانی اینستاگرام زده بودن. گفت من میتونم اینستاگرام بیارم. گفتم حالا تو چیکار میکنی؟ وسط حرفاش که داشت حرف میزد و اینا یه دفعه اومد گفت من موشکم میسازم. اهم همکاری هایی که با آقای روح الله زم انجام دادی بیان بکن. میتونم به قضیه موشکی اشاره کنم که ایشون وقتی فیلم اونا رو دید به من پیشنهاد داد و گفت که یه سری مناطق نظامی بزنم و برای پایلوت یه جای کوچیکی رو بزنم که $500,000 پول به من بدن. بعد از اون مبلغ $2 میلیون بابت هر جایی که خواستم بزنم بهم میدن. تو چتاشون هم ارسال شده. این موشک یک موشک جنگی به حساب میاد. بریم سراغ سرویس های اطلاعاتی فرانسه، آمریکا یا کشورهای دیگه‌ای که ارتباط گرفتی یا ارتباط گرفتن، قصهشون چی بود؟ ببین تو خارج از کشور این ارتباطات و اینا تقریبا نمیگم خیلی علنیه و اینا، ولی ارتباطاتیه که هست، یعنی وجود داره. خیلی هاشم با پوششه. مثلا طرف که میاد به سمت منی که مثلا رسانه دارم نمیاد بگه من از سرویس اطلاعاتی فلان جام که میگه من مثلا دکتر فلانی ام از مثلا استاد دانشگاه، یا مثلا نمیدونم فلانی ام. ما هم که سازمان اطلاعاتی نداریم که بخوام بریم در بیاریم که تمام کارمون رو بذاریم، زندگیمون رو بذاریم بریم که به در بیاریم ببینیم اصلا طرف کی هست، چجوری هست، چجوری اصلا در بیاریم. مثلا یه کشور دیگه میاد. مشخصا راجع به فرانسه و آمریکا که گفتین این دوتا اصلا بحث جدا داره، یعنی اصلا بحث زنگ زدن و گفتن بعد فلان ساعت بیاین داره پلیس، تا رسید به این که خب اصلا به ما گفتن که شما یه دونه رسانه دارید و اینجوریه و داره کار میکنه و گفتم بله درست گفتن به ما گفتن خطر جانی دارید شما. گفتن تایید میکنید خطر جانی دارید؟ گفتم خودم احساس میکنم که باید داشته باشه. و گفتن خب از این به بعد تحت محافظت پلیس فرانسه این تا خطراتتون برطرف بشه. گفتم شما بالاخره از کجایید و اینا؟ گفتن خب اینجا کمیساریاست و ما اومدیم پلیس رو داریم پلیس صحبت می‌کنیم. گفتم واضح بگو حرفتو که چیه با اینا؟ گفتم میخوان که با شما کار بکنن و حمایت مالی کنن شما و به خود شما که گفتن شخصا هر چقدر که خودتون بگین حقوق میدن و تیم آمد یا کاری دارین، سخت افزاری، نرم افزاری، امکاناتی، دفتری، نمیدونم هر چی که بخواین هزینه‌شو میدن
که چیکار کنی؟ که بریزین به هم مملکت رو دیگه، یعنی مملکت رو کامل بریزین به هم، مردم بیان و نمیدونم چی بکنن و اینا. من موقعیتم توی خارج از کشور طوری بود که میتونستم با هر جا بخوام ارتباط بگیرم راحت، یعنی با خود موسادم میتونستم ارتباط بگیرم، نمیدونم با هر کجا. محافظ برات زیاد گشته بودن؟ نه اولش خب خیلی ماشین ضد گلوله بود و اینا زیاد بود. یعنی اینطوری میپاییدن شما رو؟ اصلا میگم بیرون نیاین. ما اصلا خیلی جاها میخواستیم با خانواده بریم و اینا، من نمیتونستم، با خانوادم نبودم. یعنی واسه فرانسه چرا انقدر شما مهم بودی؟ ببین چی بگم، برای آمد نیوز چند ساعت وقت میذاشتی؟ اوایل که شروع شد از سال 95 تا انتخابات 96 تقریبا روزی 18 ساعت. خودت میشستی پاش؟ نه. بعد زندگی هم میکردی؟ خب بعد زندگیم به مشکل خورد، بچه هم اعتراض کردن، چون دیگه اصلا ما دیگه محبوس بودیم تو خونه، زندانی بودیم. مسئولیت این کسایی که مالشون، مغازهشون سوخت، سلامتیشون از دست رفت، جونشون از دست رفت، اونایی که با فراخوان کانال آمد نیوز اون ساعت اومدن تو فلان خیابون فلان میدان، این مسئولیتش به کیه؟ سوال بزرگیه، نمیدونم. یعنی قبول داری که آسیب زد؟ آسیب زد، آره. به کی؟ هم به مردم آسیب زد، بالاخره بخش زیادش مردم آسیب دیدن. ما یه سری کارهایی انجام دادیم که حالا تو بحث اعتراضات بوده، تجمعات بوده، یا حالا اخباری بوده که منتشر می شده و اینا. طبعا اگه الان با این طرز فکرم بخوام اون کارا رو بکنم دیگه نمی کنم، یعنی مثلا پشیمونم از اون کارایی که کردم. مشخصا مثلا شاید بشه گفت تو هم بحث فراخوانایی که داده میشد و مسائلی که مطرح میشد و اینا که میفرستادن، شاید اگه الان بود شاید این کار نمیکردن، یعنی یا حالا اون آدمایی که میکردن این کار رو و حالا تحت نام آمد نیوز فعالیت میکردن، مثلا منشون میکردن، نمیذاشتن این کار رو انجام بدن. و خب جای حلالیت طلبین دارم داره، یعنی اینا بالاخره حق الناس همه و انشالله که حلال بکنن کسانی که آسیب دیدن. رسانه‌های معاندی که بودن به کدومشون بیشتر نزدیک بودی؟ بیشتر حالا اوایل ذره با صدا آمریکا بودش VOA که با آقای مشخصا با آقای فلاحتی مثلا خوب کار میکردم. ببین رسانه هایی که دارن فعالیت میکنن یا افرادی که در قالب رسانه فعالیت، یعنی دوست دارن رسانه باشن ولی رسانه نیستن، یا دوست دارن رسانه داشته باشن. اینا رسانه های جریان اصلی یا حالا 4 تا رسانه به عنوان جریان اصلی تو خارج از کشور شناخته میشه: BBC، رادیو فردا، صدای آمریکا و دویچه ونه. اینا بودجه‌هاشون رو خب از دولت میگیرن، یعنی از دولت این کشور میگیرن. اینا هر کدوم تابع سیاست‌های جایی هستن که ازشون بودجه میگیرن. اینا اصلا بحثش جداست، یعنی هر کشوری که با ایران یا با جمهوری اسلامی تناقض منافع داشته باشه، رسانه‌اش هم داره از طریق اون رسانه فعالیت میکنه. زیاد میخوام بگم که یعنی مردم اگه BBC مثلا تو سال 88 یه زمانی آتیش ریخت روی تجمعات، رو تظاهرات،
یعنی اون وسط مردم بودن که آسیب دیدن، این وسط جریانات سیاسی بودن که علیه هم تحریک شدن، کشور بود که آسیب دید، حکومت آسیب دید. ولی مثلا تو 96 BBC زیاد فعالیت نکرد. آمد نیوز به جاش فعالیت کرد. یه جایی هستن آدمان، یعنی آدما مثلا اومدن طرف با فلان رسانه داره کار میکنه، یا مثلا فلان آدم تو آمریکا که اومده مثلا یه کنگره اسمی را انداخته و سیاهی لشکر و خودش همه کار است و اینا، ما مثلا ترشو در آوردیم که از یه دونه مثلا اسرائیلی، از یه دونه یهودی داره بودجه میگیره و حالا مثلا یه سازمانی، یه تشکیلاتی به اسم کنگره یا نمیدونم چی را انداخته و داره از یه اسرائیلی یا از یه یهودی بودجه میگیره، به هیچ کس هم نمیگه بودجه رو گرفته، به همه هم خودش هم داره میخوره. میخوام بگم که زیاد به این حرفایی که زده میشه تو رسانه های، حالا رسانه ها کلا بخش عمومیش الان بحثش اینه که رسانه های خارج از کشوریه، زیاد به اینا اعتماد نکنن. اینا بعضیاشون، من که تو فضای رسانه خارج از کشور بودم میدونم که پشت اینا یه سری قضایایی هستش که بیشتر دنبال منفعت شخصی هن، نفع شخصی، که حتی آدمایی که دوروبر این افرادم هستن حتی نمیدونن که این نفع شخصی وجود داره، فقط طرف دنبال اینه که خودشو ثابت بکنه، بگه آقا من گندم، من فلان آدمم، من میتونم سازماندهی بکنم، میتونم یه جریانی رو راه بندازم، به من پول بیشتر بدین. حالا از هر جایی که داره پول میگیره فرقی نمیکنه. منم واقعا یه سری رویه ها که انجام شده تو آمد نیوز قلبا ناراضیم، قلبا من پشیمونم، اصلا نباید میشد و خیلی باعث آسیب به خانوادم شد تو اینجا. با پهلوی هم ارتباط گرفتی یا اون خواست؟ یه دونه فراخوان داد رضا پهلوی. من گفتم اولین فراخوانی که آقای پهلوی بده ما منتشر میکنیم، یه فراخوان بده مردم بیان تو خیابون، ما منتشر میکنیم دیگه. اتفاقا یه دونه فراخوان داد، یکی دو ماه بعدش راجع به دریاخزر جلوی مجلس، اتفاقا ما اون فراخوان رو منتشر کردیم و گفتیم فراخوان آقای رضا پهلویه، گفته بیان جلو مجلس. آقا یه نفر برای ما فیلم نفرستاد که 5 نفر آدم جلو مجلس جمع شدن. آمریکایی‌ها چی؟ شما ارتباط گرفتی یا اونا با ارتباط گرفتن؟ نه، یه بحث مهاجرت ما داشتیم به امریکا، حالا به این طریق نشد. میگفتن یعنی تو باید واسه امنیت ملی آمریکا ما یه سوژه داشته باشیم تو رو ببریم تا آمریکا، بگیم این آدم واسه امنیت ملی آمریکا یه کار مفید کرده، ما باید بیاریمش آمریکا. ساغر جان سلام، شدیداً به حمایت مالی نیاز داریم. تظاهرات هایی که راه میندازیم بعدش واقعا نیروی نداریم برای کارها کمکمون کنن، لابی بکن لطفاً. خب ایشون گفته بود ما میتونیم پول بگیریم، بودجه بگیریم براتون، ما هم گفتیم بگیریم. ایشون جلسه قبل بیان کردن که ساغر کسرایی یه منشی بود، در صورتی که این جانب سرکار خانم کسرایی یک ایرانی آمریکایی برای کنگره آمریکا کار میکنم، رئیس من کنگرسمنه. بله، در مورد تغییر رژیم ایران به دولت ترامپ کمک میکند و من برای جمع‌آوری تحقیقات مرا برای جمع‌آوری تحقیقات مأمور کرده است. تو این مسیری که تو فرانسه داشتی و آمد نیوز و اینها، شد روزی که خسته بشی؟ آره، کم بیاری شد. یه مقطعی بود که همون یادداشتی که به رضا پهلوی نوشتم، اصلا تو اون مقطع اواسط 97 بود، اصلا کلا به این نتیجه رسیدم ببندم. گفتم برای چی آخه؟ چی شد به این نتیجه رسیدی؟ خیلی فشار روم زیاد شد، ناامید شده بودم، خیلی مایوسم شده بودم و اصلا انگیزه دیگه نداشتم. گفتم حالا جمهوری اسلامی مثلا بره، اینا میخوام بیان، برای چی مثلا این بعد بره اون بیاد؟ کی بیاد؟ مثلا رضا پهلوی بیاد یا مثلا تیم سلطنت طلبها. واقعا به این نتیجه رسیدی؟ بله. یا چون الان اینجایی اینو؟ نه به دوستانم هم گفته بودم، عقیده شخصی من همین بود. یه دوستی داشتم توی مالزی که اون از طریق یک واسطه‌ای قرار بود عادل الجبیر که مثل که وزیر خارجه قبلی عربستان بود،
موازی با تلویزیون اینترنشنال، ایران اینترنشنال، یه تلویزیون دیگه بزنن، چون اعتقاد داشتن که ایران اینترنشنال دستشون در رفته و خط و خطوط عربستان رو دنبال نمیکنه، یعنی کامل افتاده دست همون بانده. و یه 10 تا اسم مثل که بهش داده بودن، این مثلا به من گفتن 4 ماه 5 ماه راجع به این 10 تا اسم تحقیق کرده بود، گفته بود من اینو میخوام، یعنی دست گذاشته بود رو اسم من که میخوام تلویزیون مدیرش این باشه. بودجه خیلی زیاد بود، ما سالی 30 میلیون دلار هم بودجه گذاشته بود که کار رسید حتی به ملاقات بین وکلا و اینا که وکیل من بره با وکیل اونا صحبت بکنه و در نهایت قرارداد امضا بشه و تلویزیون اونا تأسیس بشه. گفتن سالی انقدر به بودجه میدیم، برای آمد نیوز هم میدیم. منجر شد به سفری که اومدم عوض شد. کی ازت خواسته بود که عملیات‌های توی سوریه رو آمارش رو بدی، آمارش رو دراری؟ ببین ما موقع یه نیازمندی بود برای یه دوستی داشتیم تو ترکیه که میگفت استاد دانشگاه هم. بعد مثلا بعد از 6-7 ماه ما فهمیدیم که این اصلا استاد دانشگاه پوششه، یعنی بوده استاد دانشگاه ولی تو میتم بوده و دوست داشتن راجع به سوریه بدونن که مثلا چه اتفاقاتی داره میفته و اینا. از رستمی آمار یک شب قبل از عملیات رو خواست. میگم همون ماه اول بود دیگه، بهش گفته بودم اگه این کارو بکنی مثلا بهت میتونم پول بدم و فلان و اینا که ما تو آمد نیوز بزنیم. و من رستمی رو دیده بودم تو ترکیه، اومد باش ملاقات کرده بودم، خونه پدرزن عباس غفاری بود، اونجا اصلا باش آشنا شدم. این لباسی که تنته همون لباس روزیه که بازداشت شدی؟ من کلن با یه دست لباس، بله با همین شلوار اومدم، با همین لباس اومدم، یه کاپشن سبز داشتم، یه دونه موبایل داشتم و هم هندزفری و یه بانک موبایل و اینا، کلن با همین اومدم. این لباس همونه کلن، یعنی من همین یه دست لباس رو دارم. بعد اینجا اومدم بچه ها برام لباس خریدن. خیلی خوب. از فرانسه پرواز کردی اومدی، چی شد؟ ببینید 1 ساعت قبل از این که من برم فرودگاه 1-2 تا ملاقات داشتم تو پاریس انجام دادم و اینا، اومدیم بریم سمت فرودگاه، یه دفعه گفتن که زنگ زدن باید بریم یه هتل. گفتم هتل برای چی؟ ما قراره بریم فرودگاه و اینا. گفتن باید بریم یه هتل، یه ملاقات مهمه. رفتیم هتل رو دیدیم 2 نفر نشستن و گفتن سفرت برای چیه؟ داری کجا میره؟ انگار از سازمان امنیتشون. و گفتن که شما ما رو توی موقعیت خیلی عجیبی قرار دادی، این موقعیت خیلی سخت قرار دادی. من نفهمیدم، گفتم چرا موقعیت سخت؟ گفتن اگر بری و برگردی یعنی این که ما باید جلسه بذاریم و بعدش هم قرار جلسه هم گذاشتن، یعنی من بلیتم 11 اکتبر بود، ما برای 18 اکتبر قرار برگشت، یعنی من بلیت 17 اکتبر گرفته بودم، 18 هم گفتن ما میبینیم اتفاقات ملاقات میکنیم. فرانسه که اینقدر مراقب شما بود چطور اجازه داد؟ این یه دفعه شد، خودشون هم اصلا شوکه شده بودن، گفتن ما رو تو موقعیت سخت قرار دادی، اگه بیای برگردی یعنی این که دیگه سطح حفاظتی لازم نداری، ما بعد جلسه بذاریم و پروتکل‌ها تغییر میکنه، حفاظت شما برداشته میشه و کلا از بین میره حفاظت. اگه بر نگردی که ما میفهمیم شما آدم خیلی مهمی هستی و ما باز بعدش باید جلسه بذاریم که ببینیم چی کار باید بکنیم. از کی متوجه شدی در اشراف بچه‌های اطلاعات سپاه هستی؟ اطلاعات سپاه من به طور واضح متوجه نشدم، حس نکردم. حس نکرده بودی؟ حس نکرده بودم. اولش فکر میکردی که این اتفاق جدی نیست، مثلا تسته دارن محکت میزنن. دارن محک میزنن.
اگر جامون عوض میشد چه سوالی از من میپرسیدی؟ یعنی شما روح الله زن بودی؟ آره. من 23 بودم. شما بیست. چی میپرسیدم؟ موضعت قبل از دستگیری با نگاهت قبل از دستگیری با نگاهت بعد از دستگیری چطوری بود؟ اینو میپرسیدم. بعد از دستگیری تصور عوض شد؟ مثلا راجع به همین سپاه؟ خیلی توقع برخورد وحشیانه داشتم. یعنی تو خارج از کشور به من میگفتن که اگر مثلا بازداشت بشی اینو تو رو دیگه فلانت میکنن دیگه، یعنی از فلانجا آویزونت میکنن. اصلا برخورده بدی نبود. حالا نمیگم کویت بود. خیلی خوب، یه عکس نشونت بدم؟ آره. کانالته، اون لحظه‌ای که منتشر شد دستگیری. این تازه شروع ماجراست. این لحظه‌ایه که منتشر شد که سازمان اطلاعات سپاه روح الله زم رو دستگیر کرد و در کانالت اینو ندیده بودی؟ نه. و آرم سپاه اومد به جای آرم کانالت. بعد این صحنه میدونی چیش قشنگ بود؟ وقتی این منتشر شد به سرعت نور داشت منبرهای کانالات میریخت، همه داشتن در میرفتن. یعنی اعتبارش رو من بوده دیگه. آتیش بیار معرکه بود. منابع و مرتبطین تو ایران دستگیر شدن؟ چند تایشون رو 3-4 تاشون رو میدونم شدن، بقیه رو نمیدونم. بقیه هم که تو کانالت نوشته بود دیگه، اطلاعات سپاه. تازه این شروع ماجراست، یعنی بقیه هم به هر حال باید منتظر باشن. از زمان بازداشت تا امروز وزن تکون خورده؟ من شنیدم یه سری حواشی و اینا حالا من که کامل اصلا از خبرها و اینا بی اطلاعم، یعنی اصلا نمیدونم بیرون چی داره میگذره. از موقعی که بازداشت شدم فقط شاید 4-5 تا خبر بدونم که چی شده و اینا. ولی شنیدم که اخیراً به یه واسطه‌ای که توی بحث حالا اینستاگرام و اینور و اونور شایعات شده که آقازاده بوده و بهش رسیدن و چقدر چاق شده و ماشاءالله تو دادگاه خیلی توپل شده و اینا. من تو دادگاه با همین لباس، زمستون بود دیگه، همین لباس بودم اینجا، بچه‌ها شاهدن، اونجا می اومدیم لباس زندان تنم میکردم، یعنی رو همین لباس یه ذره هم توپل‌تر میشدم هم چیزتر. روزای اولم، حالا 2-3 ماه اولم خب خیلی 98 کیلو بودم اومدم اینجا. تو همین جایی که داریم صحبت میکنیم الان تقریبا شدم 108 کیلو، رفتم بیرون چاق شدم. ولی بعدش دیگه الان فکر کنم یه 20-25 کیلویی وزن کم کردم. وزن کم کردی؟ بعد از چند سال پدر مادرتو دیدی؟ پدرم رو بعد از 10 سال دیدم، من 9 سال تقریبا. ولی مادرم و خواهرم رو بعد از 6 سال. سوال آخر بپرسم، اگر قاضی بودی خودت به خودت چه حکمی میدادی؟ سختگیرانه که روز اول گفتن اعدام دیگه. خیلی ممنون. نکته ی حرفی؟ نه چیزی دیگه نه. خیلی خب، من یه تشکر بکنم از عزیزانی که این شرایط رو فراهم کردن در سازمان اطلاعات سپاه که ما بتونیم در محیطی خارج از زندان این گفتگو رو با روح الله زم داشته باشیم. ممنون از همه شما که این گفتگو رو دنبال کردید. خدا نگهدار.